میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ نمی‌کنم چه کار خبر دیگه؟ بفرمایید. قشنگ خوشم اومده. خب به من توجه کن. خانم تو رو خدا پاشو برو بیرون دیگه داری من اعصاب داریم داری غذا می‌خوری. می‌خوریم. غذا توف بخوری اون دست درازی واسه چی می‌کنی آخه؟ آقا سلام، خیلی مخلصم. اومدیم کافه نویان تو مهشهر کرج. اینجا خیلی خفنه، پاتوق آقا حامده. هر شب میاد اینجا. میخوایم باهاش شوخی بکنیم. خودش این شوخی‌ها رو با ما میکنه. امیدوارم که ناراحت نشه. چون میدونید دیگه اخلاقشو. و اینکه قرار ستاره خانوم خودتون یه توضیح ریزی بدید. بریم که داشته باشیم. فقط برید ببینید دیگه، هیچ چی نمیگه چون خیلی خفنه این کلیپ. سلام. سلام. میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ در خدمت شما هستم. میشه بشینم؟ نه متاسفانه. مرسی. نه متاسفانه. خوبه شما؟ عزیزی من دارم غذا میخورم. نوشه جان چه خبر؟ قربان شما خبرها که پیش شماست جانم بفرمایید. چی میخورید حالا؟ دارم قرمه سبزی میخورم. چقدر قشنگم میخورید. میگم الان شما وارد جایی شدین که من الان نشستم خلوت کردم دارم چه اشکالی داره؟ جان؟ اشکالی نداره که. اشکال نداره؟ نه. الان شما وارد حریم خصوصی من شدین. خب خب اشکال امرتون رو نداره. بفرمایید در خدمت شما هستم بفرمایید. چه خبر؟ چی؟ خوبی؟ قربان شما عزیز. میگم میشه تو کلیپاتون بازی کنم؟ بالا من ادمین دارم و شما یه محبتی کنین پیام بدین به پیج ادمینم با شما هماهنگ میشه دیگه. خب الان دیگه من شما رو حضوری دیدم. من والا اصلا تو این داستان اصلا من دخالت نمی‌کنم این کارا. بفرمایید. بفرمایید خانم. من نمیدونم این غذای منه شما دست درازی می‌کنی؟ تو مره فوش میدی. زشته الان از دست شما بگیرم غذا رو بزنم سر جاش. اشکالی نداره که. اشکال از دید شما نداره، از دید من اشکال این الان کارت شما. میگم یه مارمولک بره مشهد میدون بهش چی میگم؟ خدا بس دیگه. بفرمایید. بهش میگم مشهد. جان؟ اخبار تو باز کن. آیو خانم پاشو بفرمایید بیرون. ما من نمیدونم دست درازی می‌کنی تو غذای من بعد شروع که جوک تعریف کنم. بفرمایید بیرون. چرا برم بیرون؟ زدیم به دهنتون دوباره زدیم به سوس. خانم خیلی این کار زشتیه به خدا قسم. دروغ. خب امرتون رو بفرمایید. شما خوشم اومده. خوشتون اومده که الان بیخود خوشتون اومده. الان برگشتین گفتین کلیپ میخوام بازی کنم. حالا دیگه بهانه بود ازت خوشم میاد. خدا. حالا شما بفرمایید بیرون. من حالا غذام تموم شد داره سرد بیرون. میشه. نمیدونم. حالا اخماتو باز کن چرا اخم کردی؟ میشه توجه کنی لطفا؟ ببرم حرفی داریم؟ چه خبر؟ والا من خبری از چیزی ندارم. شما خبر داریم؟ میگم میدونی بعد 1000 تا مشکل چیه؟ میدونی بعد 1000 تا مشکل چیه؟ بله. 1001 مشکل. چه خبر دیگه؟ ببرم. بخور. والا شما مجال نمیدید. ماشاءالله صبورم نخوردید شما؟ نه. میخوایم واسه تون غذا بگیرم؟ نه همینو با تو میخورم. اگه بگیریم لطف کردی. یه دو بگیرم تو راه ببریم تو راه گوشتتون نشه. چقدر شما خوشگلی بود. خب به من توجه کن. یعنی چی من نمیدونم به امام حسین. الان تو شوخی میکنی؟ نه جدی دارم. به خدا خانم پاشیم بریم بیرون تو رو حضرت عباس. اعصاب منو خورد نکنی. نمیرم بیرون. ناراحت نباشی. چی بخور؟ شما میگم پیش روان پزشک تا حالا رفتین؟ مشکلتون تا حالا مطرح کردین؟ نه. چه خبر؟ میگم ریشه خودتونه یا رنگ کردین؟ بله؟ ریشه خودتونه یا رنگ کردین؟ دکولوری کرده نازی جون. خیلی خوب شده. میرم میشه نازی جون ناخونامو چیز میکنم. چی میگم من بلد نیستم چیه؟ پدیکور مانیکور. مانیکور پدیکور. آره. خوب رنگ کرده. بله. یه سوال دیگه ای نداری؟ اصلا ازدواج نداری؟ نه متاسفانه خانومم نمیذاره یه بار دیگه ازدواج کنم. جهنم.
حالا میخوای چی کار؟ 3 تا بچه دارم آخه. دورو نه من میشم زن دومت اشکال آرام. من ببخشیم تو رو خدا دیگه واقعا داره حوصله‌ام سر میره. چه بریم بیرون؟ نه نمیرم بیرون. جون مادرت باشه برو بیرون. من ازت خوشم اومده. برو حضرت عباس باشه برو بیرون. عباس کیه؟ نمیرم بیرون. میگم خانم بفرمایید بیرون دیگه بس دیگه. آقا من نمیدونم چقدر حوصله اصلا هم بی‌مزه. باشه آروم باش. اخماتو باز کن. خب بابا من ازت خوشم اومده. نوشابه میخوری؟ میدونی من چی کنم؟ به خدا واسه مهم نیست شغلتون رو بدونم. من پرستارم. همچی آمپول میزنم به ملت. بعد میدونی شغلم چیه؟ بفهمید. بلاگرم هستم. نمیدونستیم؟ چی هستین؟ بلاگر. توی جنگل بلاگرین شما؟ بله. میگم شبیه پلنگای جنگلین. دروغ. اصلا وضعیت خرابه. چرا؟ نمیدونم اصلا. یعنی یکی خوشش بیاد وضعیت خرابه؟ نه بحث خوشش اومدن نیست. مثلا میترسم شما رو نگاه کنم. به خدا میگم الان چنگی پنگولی فلانی. نه تو رو خدا نه. خب الان من از شما خوشم اومده چیکار شغلتونم کنم؟ گفتین دیگه شما پرستارین. بله دکترم هستم. دکتر خدا انشالله که مریضاتون رو کم کنه. انشالله مراجعه کنندتون کم باشه توی مملکت توی دنیا. انشالله مریض نباشه. شما بیکار معلمم بشی. هستم تازه. معلمه داری فکر میکنی؟ آره. معلمه آره. مرسی دم شما گرم. خواهش میکنم. خب من نمیرم. چی نمیرین؟ از میزت بلند نمیشم برم. ناراحت نباش آروم باش. چته؟ چرا به من توجه نمیکنی؟ خب الان میشه خواهش کنم بریم بیرون بیام بیرون با هم صحبت کنیم. من شماره‌مو بهتون بدم با هم بیشتر ارتباط بگیریم بریم بیرون فقط. میشه بریم بیرون؟ نه نمیرم بیرون. من زشتم زنگ بزنم بیام بندازنتون بیرون. زنگ بزن 110 115 125 به هر کی دوست داری زنگ بزن. میشه خانم لطفا بریم بیرون؟ نه نمیرم بیرون. من باید الان برم؟ نه شما نباید برید. تو رو خدا بشین خانم تو رو خدا پاشو برو بیرون دیگه. داریم اعصاب خب داریم غذا میخوریم. غذا کوف بخوریم. دست درازی باز چی میکنی آخه؟ آروم پاشو برو بیرون. نمیرم. میگم پاشو برو بیرون خانم. نمیرم. عجب آدم بیشوری هستی یا حضرت عباسی. آمد بشین دوربین مخفیه. سلام آقا خیلی مخلصیم. ستاره خانم آقا یکی از دوستای دانشگاه من آقا اینم حالا تو با ما شوخی می‌کنی. برام شوخی کردی. غذاش خوشمزه بود؟ آره. آقا بزنه منو. لایک سابسکرایب بشینید یه دقیقه بشینید شما ستاره خانم. آقا بشین بابا شوخی بود دیگه چی میگی؟ آقا لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره بفرستید. آقا بگو یه غذا بیاره. آقا مهدی یه غذا بگو بیار. گوشت نبود نه؟ اشکال نه. چی آقا شوخی کردیم دیگه. خیلی دوستتون دارم. سیب زمینیشم خوشمزه بود. آره. ولی نزدیک بود منو بخوره. دوست شدی حالا باش؟ نه بابا می‌خواست منو بزنه. دوست شدی؟ نه. رفیقای دانشگاه ما. قربونت برم. سالن چه کاریه؟ خیلی دوستش تو دارم. از کجا میدونستی من اینجا؟ پاتوقت دیگه هر شب اینجایی دیگه. قبل این هم که بیای پرسیدم من یکی داری میای اینجا و اینکه اومدیم دیگه. حالا نمیدونی دوربینو کجا گذاشتم؟ این همه خودت کار انجام میدی نمیدونی دوربینو کجا گذاشتم؟ ها؟ کجاست به نظر دوربین؟ ها؟ یه دونشون نگاه کن لای اون درخت و برگه. خیلی دوستاتون دارم آقا مواظب خودتون باشید. بهت زنگ میزنم یه دقیقه وایسا سورپرایز شدم بهت زنگ میزنم. یعنی ببین من اصلا چیا میگفت حالا؟ نمیدونم اصلا نصف حرفاشو باید سانسور کنیم به خدا. نصف حرفای این خانوم دوستان پشت سر باید سانسور بشه. اصلا یه حرفایی میزد اصلا نگفتم برای من ریخته بود. بعد
منم سر یه داستانی الان رفیقان زنگ زده، یه مسئله حساب کتابی داشتیم، فکرم خراب بود. اصلا حد زدم چونه چشات جدی میگم، نه به خدا به یه چه بگم، کجا فهمیدی؟ نه حد زدم این داستانی یکی فرستاد، حالا دوربین مخفی اینا رو کار ندارم، ولی اصلا اونقدر خورد بود. نه دروغ میگه. اصلا اگه میفهمیدی که میدویدی بیرون این برام. خب الان دیگه ببخشید شوخی بود دیگه، نباید ناراحت شیم. نه الان که دیگه ناراحت نشدم، ولی من دوستای دانشگاه بنده هستم، من اینکه علاقه داشتن به بازیگری و اینجور چیزا که اذیت کنن یکی رو. علاقه داشتن. شما گفتم بریم با هم. غذام دوست نداره. اصلا گشتاشون نبود، اصلا مشخص از سیب زمینی هم بدشون بود. غذام هم سرد شد، به حساب شما باید یه برگر دیگه بخورم. آقا اشکال نداره. ولی قشنگ بود یا نه؟ غذا شد. چی؟ کار خوب جمع شد. خوب جمع شد. من نمیدونم از ایشون بپرس. تجربه ندارم. میگم کار اوکی بود. کار چی؟ همین کاری که الان گرفتیم نمیدونستی اوکی بود؟ یعنی قوی بود؟ دوباره تو کلیپمون باشن؟ آره. واقعا اگه من حوصله‌ام سر جاش بود که نه. چون من یک دو سه فهمیدم. نفهمیدی. فهمیدم. آقا یادتون نره. دوستتون داره نفهمیدی. حالا اجازه میدیم ما تنها باشیم؟ بفرمایید دیگه. آقا بریم بیرون ما بشیم یه دو تماسکاری کنیم. حالا نمیشه بازم نرم. آقا بفرمایید بیرون از دیگه. باشه خیلی خوشحال شدیم. مرسی خدا بسیار.